سلام، فیض و آرامش، صبح همگی بخیر. باشد که فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدا و روح خداوند مایه تسلی زندگی شما باشد. او بزرگ است، او همان من هستم است، او خدای رحیم است، او خداوند عیسی مسیح است. من امروز بار دیگر به نام خداوند اینجا هستم تا با شما درباره موضوعی صحبت کنم که آن را از اساسی ترین ها می دانم. برای درک معنای زندگی روحانی، زندگی مسیحی و نجات. من رسول هستم، میگوئل آنژو هستم. بسیار سپاسگزارم از لطف و افتخاری که به من میدید. امروز میخوایم درباره تولد تازه به عنوان نشانه ای از فیض خدا صحبت کنیم. تولد تازه چیست؟ تولد تازه اصلاحی نیست که خدا انجام دهد. بر روی ظرف شکسته به صورت ظاهری. حالا فرد دیگر موهایش رو به رنگ طبیعی میگذاره، نمیتونه ناخونش رو لاک بزنه، مشروب نمیخوره، سیگار نمیکشه، به مهمونی نمیره، نمیرقصه. اینها خیلی ربطی به موضوع ندارند، البته بجز رفتار فرد، اما چندان ارتباطی با مسئله تولد تازه و نجات ندارند. چون تولد تازه یک معجزه است. بزرگترین معجزه‌ای که روح خداوند که خود عیسی مسیح در زندگی یکی از برگزیدگان خدا انجام میده، این یک معجزه درونیه. پس من اینجا نیستم که درباره یک دین دیگر با شما صحبت کنم، چون دین، این واژه لاتین رلیگاره، یعنی بازگشت به سوی خدا، با مراسم، آیین‌ها، غسل تعمید یا قربانی‌ها انجام نمی شود. نه. پس این دین نیست که زندگی ما رو شکل میده، بلکه خداوند و نجات دهنده ماست که زندگی رو دگرگون میکنه. بنابراین یک مسیحی واقعی فقط کسی نیست که شروع به رفتن به کلیسا کند، بلکه کسی است که بزرگترین معجزه یعنی تولد تازه رو تجربه کرده یا میکند زمانی که فرد دوباره آفریده میشود. توسط روح القدس دوباره متولد میشه. پس بیایید این موضوع رو با یک واژه بسیار مهم بفهمیم: بازآفرینی، تجدید. بازآفرینی، تجدید کاری است از جانب خدا. اما بیایید گوش کنید، پس چرا این واژه ها تولد دوباره، تولد از روح، تولد از بالا برای زندگی مسیحی اینقدر بنیادی هستند؟ بیایید با هم فکر کنیم. اینجا من با کتاب مقدس بازنشستم. کتاب مقدس برای ما مسیحیان در اولویت است، در جایگاه نخست قرار دارد، بی خطاست، اشتباه ناپذیر است، وفادار است و کلام خداست. کتاب مقدس فقط حاوی کلام خدا نیست، بلکه خود کلام خداست. این دیدار در یک روز، در یک شب، بین سرور ما عیسی مسیح و یک رئیس یک کنیسه، نام اون نیکودیموس است. همه احتمالاً تا به حال دربارش شنیدند، اما کلام خداوند میگوید در میان فریسیان مردی بود به نام نیکودیموس، یکی از بزرگان یهود. او شبانه نزد عیسی رفت. در شب او گفت: ربی، ما میدانیم که تو معلمی هستی که از جانب خدا آمده ای، چون هیچ کس نمیتواند این نشانه هایی را که تو انجام میدهی انجام دهد اگر خدا با اون نباشد. و عیسی در پاسخ گفت: آمین، آمین به تو میگویم، اگر کسی از نوزاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. اینجا نیکودیموس از او پرسید: چگونه ممکن است انسانی که پیر شده دوباره متولد شود؟ آیا ممکن است دوباره به رحم مادر بازگردد و دوباره متولد شود؟ عیسی در پاسخ گفت: آمین، آمین به تو میگویم، کسی که از آب و روح متولد نشود نمیتواند وارد پادشاهی خدا شود. آنچه از جسم زاده می شود جسم است و آنچه از روح زاده می شود روح است. تعجب نکن که به تو گفتم باید دوباره متولد شوی. پس این کلام آنقدر مهم است که من باور دارم باید اولین پیامی باشد که هر کسی که به شناخت عیسی می رسد باید آن را بشنود. چون ببین، ما داریم درباره مردی صحبت می کنیم که یک شهروند غیر معمول بود. او یک یهودی بود، او یک فرد مذهبی بود، او رئیس کنیسه بود. پس
فریسی با تمام مسائل دکترینال و قانونی که برای او کاملا پیروزی به حساب می آمد، او دین رو می شناخت. شاید حتی به خاطر موقعیت اجتماعیش مردی بسیار ثروتمند بود. اما گفته شد که همه این چیزهایی که او میدانست، تمام قوانین، آیین‌ها، مراسم، همه 613 فرمان عهد قدیم، هر آنچه موسی اعلام کرده بود، همه دستورات، همه اصول، همه قوانین، 10 فرمان اول که در کتاب خروج فصل 20 آمده اند، همه این چیزهایی که به آن دین گفته می شود، برای اینکه کسی واقعاً بفهمد و وارد پادشاهی خدا شود، کافی نیست. پس این مرد به دنبال چه چیزی بود؟ عیسی در شهر، چون او از یک دین، از عبرانیان، از یهودیان می آمد، از زمینه‌های مذهبی، از قوانین، آن نفسی که گناه کند خواهد مرد. پس او میدانست که به شدت ناراضی است. در روحش خلایی وجود داشت، چون آیین‌ها و مراسم و دین در واقع انسان رو به خدا وصل نمی‌کنند. هیچ پیوند دوباره‌ای وجود ندارد. اینجا چنین چیزی نیست. چه چیزی برای زندگی کردن وجود داره؟ مسیحیت اصیل که وصایت بخش است، به زندگی معنا میده و تحول آفرین است زمانی است که فرد از خدا متولد میشه. پس آن دیدار نقطه عطف زندگی نیکودیموس بود. او گفت ببین، هیچ کس نمیتونه نشانه هایی رو که تو انجام میدی، معجزات و شگفتی ها انجام بدهد مگر اینکه خدا با او باشد. و عیسی مستقیما سر اصل مطلب رفت. او گفت اگر کسی دوباره متولد نشود، پس عیسی او را از تمرکز بر دین خارج می کند. اگر کسی دوباره متولد نشود، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. پس اینجاست که اصل، قلب و عمق خدا قرار دارد. چون گاهی اوقات فرد اینطور فکر می کند که من به یک کلیسا میرم و همه چیز حل میشه. یا مثلا یک کتاب مقدس زیر بغلم میگیرم، یا اینکه به همه دستورات شریعتگرایانه و یهودی مابانه عمل میکنم، روزه میگیرم، شب زنده‌داری میکنم، قربانی میدم، باهاش رو میپردازم و اینها به من یک شرایط اولیه و ضروری میده و بعدش بله، من دیگر یک مسیحی هستم. اما عیسی گفت نه، من باید اول دوباره متولد شم. بدون تولد دوباره. و حالا ما امروز میفهمیم که این تولد حاصل یک انضباط انسانی نیست. این واقعا دم خداوند در زندگی فرد است. این چگونه اتفاق میفته؟ از طریق یک بازآفرینی، و بازآفرینی یک لعاب معنوی نیست. این همان زندگی است که به واسطه روح خداوند در جایی که مرگ بود شروع به جوانه زدن میکنه. پس ایمان واقعی که از شنیدن کلام مسیح می آید و نیکودیموس کلام مسیح رو شنید، ایمان از شنیدن کلام مسیح میاد. پس آن فرد مذهبی آناتوما که هیچ ارتباطی با نجات نداشت، به خاطر یک مسئله درونی گفت مردم، هر آنچه من میدانم، با وجود اینکه عضو سنهدرین هستم، با وجود اینکه شخصیتی برجسته در جامعه‌ام، کافی نیست تا وارد پادشاهی شوم. میدانم که خیلی ها آن طرف هستند و میگویند رسول، اما من پیش فالگیر میرم، پیش کفبین میرم، مثلث میکشم، هرم میسازم، درخت رو در آغوش میگیرم، مایعی که از آمازون میآید مینوشم، آیاواسکا میجومم، همه این کارها را انجام میدهم. همه اینا کارهای جسمانی و انسانی هستند، ایمان واقعی نیستند. ایمان واقعی از درون زاده میشه، مثل گیاه هست، توسط روح القدس همچون بذری در قلب انسان کاشته میشه. پس روح خدا گناهکاران را اصلاح نمی کند، بلکه مخلوقات جدیدی می آفریند. کسی که دوباره متولد میشه نه تمام مسیر زندگیشو عوض میکنه، بلکه ذاتش هم تغییر میکنه. پس باید کمی درباره این بازآفرینی برایتان صحبت کنم، چون من از یک پروژه مذهبی، کاتولیک، رسولی، رومی میام که 21 سال در آن ماندم. من رئیس جوانان کارگر کاتولیک آن زمان بودم. در سن 18 سالگی من رئیس جوانان دانشجوی کاتولیک بودم. پس من از درون کلیسا خبر داشتم، آموزه های کلیسا رو میشناختم، آیین های کلیسا رو میدانستم، عاشق اون جنبه آیینی بودم.
اما بعداً بود که فهمیدم با وجود 21 سال حضور در کلیسا و اعتراف شفاهی هنوز دوباره متولد نشده بودم. در هیچ یک مراسم مذهبی غیبت نمی کردم. من تنها فرد مذهبی خانواده بودم. پس من قلب جدیدی نداشتم. دوباره متولد نشده بودم. توانایی رد کردن گناه رو نداشتم. پس این سخن پولس به تیتوس او اینگونه میگوید. فصل 3: اما زمانی که مهربانی خداوند نجات دهنده ما و محبت او نسبت به همه ظاهر شد، نه به خاطر اعمال عدالت که ما انجام داده ایم، بلکه بر اساس رحمت او. پس این انسان نیست، اراده آزاد نیست، خواست انسان نیست، چون انسان بدون عیسی مرده در گناهان و خطاهاست. او میگه او ما رو نجات داد از طریق شستشوی بازتولید کننده و نوسازنده روح القدس. این همان چیزی است که او میگه. وقتی نیکودموس، شخصیت با آن همه اعتبار مذهبی، پنهانی به سراغ عیسی آمد، چون گفت عیسی من همه چیز را میدانم، یهودی مسلک هستم، اما اصل را نمیدانم. من نمیدونم راه چیست، نمیدونم حقیقت چیست، نمیدونم زندگی چیست. من مناسک را انجام میدم. پس وقتی عیسی حقیقت رو به اون میگه تو باید دوباره متولد شوی. پس این یک دگرگونی ظاهری نیست. این فقط تغییر رفتار یا نگرش نیست، بلکه چیزی واقعیه که کتاب مقدس آن را نجات از طریق شستشوی بازتولید کننده و نوسازنده روح القدس مینامد. پس روح خدا نجات میدهد، میشوید و بازتولید میکنه. بازتولید یعنی چی؟ فرد یک موقعیت داره، یک زندگی داره، یک گناهکار است، او رو بازتولید میکنه، او رو به انسان نو تبدیل میکنه. این فوق‌العاده است، چون او میگه که به واسطه مسیح نجات دهنده ما به طور فراوون بر ما ریخت تا ما که به واسطه فیض عادل شمرده شده ایم وارثان شویم مطابق امید به زندگی جاودان. پس چطور من از یک فرد مذهبی به یک مسیحی واقعی به معنای حقیقی کلمه تبدیل شدم؟ چون روح خدا مرا بازتولید کرد، مرا نجات داد. کاری درونی انجام داد که هیچ چیز و هیچ کس دیگری نمیتواند انجام دهد. چون این کلام فیض خدا قدرتمنده. این کلام مانند شمشیری دولبه است. آن نفوذ میکنه، مفاصل و مغز استخوان رو جدا میسازه، جان رو از روح جدا میکنه و تا عمق قلب، تا ژرفای درون میره. و درست همانجاست که خدا کار خدا انجام میده. همون جایی که هیچ کس نمیتونه با اشعه ایکس یا آزمایش‌های پزشکی هسته‌ای، تمام این سیستم فیزیکی و هسته‌ای پزشکی نمیتونن واقعا تشخیص دهن که در قلب کسی که عیسی را ندارد چه میگذرد. هیچ آزمایشی قادر نیست وضعیت قلب کسی را که عیسی را ندارد شناسایی کند. او در گناهان و خطاهای خود مرده است. او زیر محکومیت قرار دارد. او در خدمت شاهزاده قدرت‌های هواست. او در تاریکی است، زیر خشم است، زیر داوری قرار دارد. پس تصور کن، پیامبر گفته که قلب انسان به شدت فاسد و فریبنده است. پس چه کسی قادر است به نیت‌های قلب نفوذ کند؟ روح خدا. از طریق کلام مانند شمشیری دولبه او تا عمق نیت‌های قلب نفوذ میکنه و او چه چیزی پیدا میکنه؟ یه زندگی مرده، یه زندگی بی‌معنا، یه زندگی غمگین، یک زندگی ناامید کننده. ممکن است فرد هر چیزی رو که در این دنیا دارد داشته باشد، اما بدون عیسی، همانطور که یک اندیشمند میگفت، بزرگترین بدبختی روی زمین این است که کسی همه چیز را داشته باشد اما خدا را نداشته باشد، عیسی را نداشته باشد، چیزی که برای نیکودیموس اتفاق افتاده بود. تا آن زمان او مرد نجات یافته‌ای نبود. ما می‌دانیم که بعداً او از عیسی دفاع کرد و در مراسم آن لحظات پایانی زندگی عیسی حضور داشت، اما کتاب مقدس دقیقاً نمیگوید که نیکودیموس نجات یافت و عیسی را اعتراف کرد به عنوان خداوند
اما ما میتونیم درک کنیم که آن دیدار در اون شب تاریک چنان دراماتیک، چنان تحول آفرین، چنان بازآفرین و چنان اصیل و مشروع بود که نیکودیموس بی تردید وقتی کلام رو دریافت کرد، آن برخورد با کلام که باید دوباره متولد شوی وگرنه وارث پادشاهی نخواهی شد و او باید پرسیده باشد و عیسی گفت اما من پیرمرد باید دوباره به رحم مادرم بازگردم. او گفت نه، تو باید از بالا متولد شوی، از آب، از کلام، از روح القدس. تو آنجایی؟ آیا شدت سخن گفتن روح القدس رو که همین حالا در حال حرکت است و به تو میرسه درک میکنی؟ تویی که در زندان هستی، تویی که در یک کلینیک روانپزشکی هستی، تویی که زیر بار بیماری‌های بسیار سخت در بخش مراقبت‌های ویژه‌ای پرستاری برایت تلفن آورده تا این مشکل رو دنبال کنی، تویی که در خانه‌ای و کاملا ناامید شده‌ای و شاید تو بگویی اما حالا در لحظه حساس شما میایید و میگویید که نه، این من نیستم که میگویم، همه این چیزی که الان در حال رخ دادن است یک نقشه بزرگ است، یک خواست خداوند برای تو. این اتفاق در زندگی من افتاده است. من فقط یه فرد مذهبی ساده بودم، همونطور که نیکودموس بود، و یک روز روی تخت یک بیمارستان بعد از یک تصادف شدید و شکستگی متعدد از جهنم عبور کردم. از دره سایه مرگ گذشتم. آن جهنم بیماری، درد و اضطراب بود و همونجا روی تخت بیمارستان خداوند خودش رو در زندگی من آشکار کرد. خداوند به گونه‌ای خودش را آشکار کرد که وقتی داشتم یک آیه از کتاب مقدس ایوب 19 و 25 دقیقه رو میخوندم که میگوید زیرا من میدانم که فدیه دهنده من زنده است، این کلام یک شورش، یک طغیان درون من به پا کرد، طوری که اون قلب تاریک، سخت، سنگی و مذهبی او به قلبی نو، انسانی تازه، یک میگوئل آنژه جدید تبدیل شد. کسی که امروز اینجاست روبروی شما از طریق این کانال تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی تا به شما بگوید من دوباره متولد شدم، من توسط خدا شسته شدم، من هیچ ربطی به میگوئل آنژه قبلی ندارم. آن نیگوئل آنژوی قبلی دیگر گذشته است. به همین دلیل پولس وقتی در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می نویسد میگوید و این گونه است که اگر کسی در مسیح باشد او یک مخلوق جدید است، چیزای قدیمی گذشتن، اینک همه چیز تازه شده است. تازه شدن یعنی چه؟ یعنی باز تولید شدن، یعنی شسته شدن، یعنی دگرگون شدن، یعنی نجات یافتن. و من یک چیز به شما میگویم، شخصی که باز تولید شده حتی ممکن است بلغزد، اما دیگر نمیتواند گناه را دوست داشته باشد و آن گناهی را که قبلا انقدر دوست داشت و به آن رضایت میداد انجام دهد. کسی که از نوزاده شده دگرگونی و بازتولدی را تجربه میکنه، یک تولد جدید، یک موقعیت جدید در زندگی دارد. حتی چیزی که قبلا براش لذت بخش بود حالا براش دردآور شده است. چیزی که قبلا طبیعی به نظر می رسید حالا به عنوان توهین به خدا دیده می شود. پس قداست یک اجبار بیرونی نیست، بلکه پاسخ درونی یک قلب باز تولید شده و دگرگون شده است. کسی که از نوزاده شده دیگر با گناه بازی نمی کند. او گناه رو ترک می کنه. او مخلوقی جدید در مسیح است. او با جنگی علیه نفس و پیروزی در مسیح شناخته میشه. عیسی پس زندگی باز تولید شده، شهادت زنده است. این شهادت زنده است. و حالا من 2 دقیقه وقت دارم چون میخوام به تو بگویم وقتی کسی از نو متولد میشود یادت باشد ابتدای برنامه را اگر همراه ما بودی رفتارها تغییر میکنه، موضع‌گیری ها تغییر میکنه، افکار تغییر میکنه، شخصیت تغییر میکنه. حتی منش و روحیه فروتنی هم بخشی از زندگی کسی میشود که از نوزاده شده است. او همیشه از خود میپرسید عیسی در این موقعیتی که من هستم چه میکرد؟ همان کسی است که میرود و در کلام خدا غرق میشه تا پاسخی از جانب خدا بیابد. همان کسی است که به پادشاهی خدا متعهد است، جزئی از کلیساست و درگیر میشه. اما همه اینها به این خاطر است که خدا او را از نو متولد کرده است. اگر من از نو متولد نشده بودم، اگر از یک بازآفرینی محکم، کامل، الهی و آسمانی عبور نکرده بودم، نمیتونستم یک رسول، یک نبی، یک مرد خدا باشم.
چه اتفاقی در زندگیت افتاده ای رسول؟ من عیسی رو به عنوان خداوند و نجات دهنده اعتراف کردم. کتاب مقدس میگه کلامی که میشنویم از طریق گوش وارد میشود، کلام مسیح به قلب میرود و با یک اعتراف بیرون میآید. و پولس به رومیان تعلیم داد که اگر با تمام قلبت ایمان بیاری و با دهانت اعتراف کنی که عیسی مسیح از مردگان برخاسته است و او را اعتراف کنی، به عنوان خداوند نجات خواهی یافت. نجات یعنی سوتریا واژه یونانی است. چه اتفاقی در زندگی یک فرد میفته؟ او از آب به شراب تبدیل می شود، از تاریکی به نور می آید، از مرگ به زندگی، از چنگالهای شیطان به آغوش خدا می رود. این همون چیزی هست که حالا در پایان این دیدار تو رو دعوت می کنم انجام دهی. زندگیت رو به عیسی بسپار، اعتراف کن، بگو ای خداوند عیسی مسیح، حتی اگر در خانه باشی، تنها، پر از مشکلات و درگیر مبارزات، چون میخواهم یک راز مسیحی را به تو بگویم برای کسی که عیسی رو در دل دارد همیشه. پایان هر وضعیتی پیروزمندانه خواهد بود. گاهی اوقات در طول مسیر در راه رسیدن به پیروزی درگیری ها و مبارزاتی وجود دارد، رنج و سختی هست. خود مسیح گفت در دنیا دچار سختی و مصیبت میشید، اما دل قوی دارید، من پیروز شدم. پس امکان اینکه از دل سختی‌ها، مبارزات و دشواری‌ها عبور کنیم، بحران‌ها، آشوب‌ها بسیار زیاد است، اما پیروزی از آن مسیح است. ما ایمانی داریم که بر دنیا غلبه میکنه، اما این گفتن جملات کتاب مقدس فقط زمانی کارساز است که شخص دوباره متولد شده باشد. اگر کسی خود را تسلیم کند، اگر کسی خود را واگذارد، اگر کسی بگوید ای عیسی تو سرور من هستی، این کار را انجام بده و همه چیز برایت خوب پیش خواهد رفت. با ایمان به خدا همه چیز درست میشه. ما 2 شماره تماس داریم. واتساپ ما که به همه کسانی که با ما تماس میگیرن بلافاصله پاسخ میده. 99-1274-154 یا اگر به دعا نیاز دارید یکی از اسقف‌های مشاور ما 021 ریو 30179090. میخوام یادآوری کنم که ما کاری داریم که توسط انسان‌ها ایجاد نشده است. کلیسای انجیلی مسیح زنده است. کلیسایی نیست که توسط انسان‌ها تأسیس شده باشد. ما نام کلیسای انجیلی را ایجاد کردیم. مسیح زنده است. ما کلیسایی هستیم که بر پایه خداوند و نجات دهندهمان عیسی مسیح بنا شده ایم، کلیسایی که درهای جهنم نمیتوانند بر آن غلبه کنند. وقتی میگویم کلیسا، منظورم ساختمان یا کلیسای جامع نیست، بلکه منظورم بدن نجات یافتگان است، یعنی انسانها، افرادی که نجات یافتند، کسانی که به دنبال رستگاری میآیند، کسانی که خدا را میخواهند، با خدا زندگی میکنند، تعهد دارند، هست تعلق دارند و میگویند من کلیسا هستم، من بخشی از بدن هستم، من در پادشاهی زندگی میکنم. واقعا دوست داشتم که شما بیایید و با خدمت ما آشنا شید. کلیسای جامع ما در خیابان ماریکا شماره 320 در محله کمپیناس در منطقه غربی ریو دو ژانیرو واقع شده است. 10,000 متر مربع از سالمترین و مقدسترین زمینای این سرزمین به نام برزیل. بیایید و با مسیح زنده آشنا شوید. شما با مردمی فوق‌العاده و تعالیمی سالم روبرو خواهید شد. شما کلیسایی رو نخواهید دید که درگیر نظام دنیوی یا مسائل دنیایی باشد. این مسائل به ما مربوط نمی شود. خدمت ما خدمتی است که باعث بازآفرینی و تولد دوباره برای همه میشه. خیابان ماریکا شماره 320 در محله کامپینوس منطقه غربی ریو دو ژانیرو، امروز یکشنبه ساعت 9 صبح و 5 بعد از ظهر. ببینیم چه فرصتی. لازم نیست در تاریکی بیایی. در روشنای روز بیا و با کسی آشنا شو که به تو زندگی جاودان میبخشد. ثروت و نجات دهنده ما عیسی مسیح. از تیم ما تشکر میکنم. از تلویزیون که خیلی دوستش دارم. از همه مردم کلیسای انجیلی مسیح زنده است که عاشق بشارت دادن هستند تشکر میکنم. ما اکنون وارد مرحله جدید شده ایم. زمانی نو در مسیح زنده است. با مأموریت‌های جهانی گریس ما، با مراسم‌هایی به 10 زبان مختلف. در ابتدا کاری فوق‌العاده است و من مدیون خدا هستم، مدیون مردم خدا و برخی افراد خاص که می‌خواهم یک بار دیگر از آنها تشکر کنم. رودریگو آمروزی، فابیانا آمروزی و خانواده محترمشان، توربو 1000 ماه، یک شرکت مسیحی، یک شبکه فروشگاهی که تمرکز آن بر کار خداست. و این زوج که عیسی را بسیار دوست دارند،
عاشق خدا و کار نجات جانها هستند. میخوام از دوست عزیزم، این جنگجوی ایمان، برادرم رناتو ویلارینیو، همسر دوست داشتنیش کلودیا ریشر و خانواده محترمشون تشکر کنم. زنزان ما، همانطور که اینجا گفتم، زنزان شرکتی است که ریشه های عمیق و پیروزمندانه‌ای در کتاب مقدس دارد و من بسیار از این زوج که خدا رو دوست دارن، عاشق کار خدا هستند، زندگیشون بر بشارت متمرکز است و اجازه میدهند جانها دگرگون، بازآفریده و نجات پیدا کنند، سپاسگزارم. خداوند متبارک باد به خاطر زنزان، شرکتی با ریشه های استوار در مسیحیت. حالا میخوام برنامه رو به پایان برسونم. یه دقیقه وقت دارم تا به شما بگویم که این برنامه رضایت کامل جانم بود. شادی که روح به من عطا میکنه و من میدانم که خیلیا آن طرف صفحه زندگیشون رو به عیسی سپردن، اولین قدم رو برداشتن و قدم دوم رو هم برخواهند داشت، نه در جستجوی دین، بلکه به دنبال کلیسای استوار با عناصر محکم، الهیاتی و از فیض خدا، تنها انجیل حقیقی که نجات میدهد. بدون فیض خدا نجاتی وجود نداره. بدون انجیل خدا نجاتی وجود ندارد. دین وجود دارد، چیزهای شبیه به یهودیت وجود دارد، اما این یک انجیل دیگر است، یک روح دیگر است، یک کلام دیگر است. راه درست در کلیسای انجیلی مسیح زنده است. منتظر تو هستم. شادی من بی‌نهایته. همه رو در آغوش میگیرن. یک شنبه بسیار خوشحال. فیض و آرامش. تو دوباره متولد شده ای. تو تا ابد زندگی خواهی کرد. فیض و آرامش.